آقای مصلی خیلی لطف کردید. خوشحالیم که فرصتی هست در مورد کتاب شما نگرشی به گذشته و آینده به گفته خودتون 50 سال مبارزه در راه آزادی صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از دعوت شما. قبل از اینکه وارد جزئیات زندگی سیاسی و شخصی شما بشیم به لحاظ تجربه که در چند دهه گذشته داشتید، ابتدا میخوام توضیح بدید برای اونهایی که طبیعتاً شما رو در رسانه ها دیدن و اونهایی که ممکنه کمتر با شما آشنا باشن، شما خودتون رو چگونه شخصیتی به لحاظ سیاسی میدونید؟ یک فرد فعال سیاسی چپید، ملیگرا هستید، کماکان یه چریکین؟ چه تعریفی خودتون از خودتون دارید؟ بله، خیلی مختصر و مفید بگم، من در حقیقت از مراحل مختلفی رو طی کردم. از طرفداری از مصدق و جبهه ملی شروع کردم. بعد در حین مبارزه ضمن اینی که بعد از اینکه مواجه شدم با اینی که جریانات مسالمت آمیز به بنبست رسیده زمان شاه و اینا، یه نوع رادیکالیزمی در من شکل گرفت و طرفدار مبارزات چریکی و مسلحانه شدم. چون در مورد این دوره‌های مختلف صحبت می‌خوایم بکنیم، ولی حرف من اینه که الان که خودتون به خودتون نگاه می‌کنید به این گذشته، فکر می‌کنید چه چیزی در شما بیش از همه این دوره‌ها، تمام این تجربه‌ها رو کردین، در مورد صحبت خواهیم کرد، ولی امروز حسن مصلی به خودش نگاه می‌کنه، خودش رو چگونه شخصیت سیاسی می‌دونه؟ من در حقیقت با امروز خودم رو اینجوری تعریف می‌کنم، از نظر با تمام مراحلی رو که گذروندم نگاه میکنم که موضع یکی هست، موضع سیاسی آرمانخواهانه آدم باید داشته باشه. یکی این است که یک موضع سیاسی واقع گرایانه بر اساس نیازهای جامعه. بنابراین من ضمن اینی که به طور مثال از بعضی افکار و آرمانهای چپ هنوز طرفداری میکنم، مثلا برابری طلبی، رفع تبعیض غیره، ولی در ضمن نقدم به خیلی از مسائل جهانی و داخل جامعه ایران در مورد چپ دارم که در نوشته‌هام بیان کردم. و در این حال جامعه ایران رو چون با مشکلات متعددی روبروه، خودم رو آدم دوگمی نمیدونم. فکر میکنم که ما باید در مسیر یک نوع کثرت‌گرایی، پلورالیسم به قول معروف، که شکل‌گیری یک جبهه‌ای از گرایشات چپ دموکرات تا محافظه‌کار دموکرات رو تحمل بکنیم و یک نوع هماهنگی میان اینا به وجود بیاریم. بنابراین من خودم رو در چنین پوزیشنی میبینم که تفاهم داشته باشم بین چپ دموکرات تا محافظه‌کار دموکرات. در واقع پس شما خودتون رو یه دموکرات تقریبا میانه رو همچین چیزی تصور بله، تقریبا بیشتر میشه تعریف کرد به نوعی سوسیال دموکراسی. خب حسن ماسالی برشک از ماسال میاد، از تالش میاد. توضیح بدید که اون فضای جغرافیایی روی زندگی شما چه تأثیری، با خودتون چه چیزی رو از اونجا آوردید و چطور در اون دوره، چون تو اون فصل اول کتاب صحبت از نهضت میرزا کوچکخان میکنید، میرزا کوچکخان و نهضت میرزا کوچکخان در زندگی شما و در این که بعداً وارد فعالیت چریکی میشین چه تأثیری میگذاره؟ البته جریان میرزا کوچکخان رو خودم تجربه نکردم، ولی پدرم و پدر بزرگم در جریانش بودن و مطالعه اون و حوادثی که روی داده یک نوع در من دو نوع برخورد بعداً پیدا کردم. یکی اینی که به اصطلاح این تفکر آزادی خواهانه، مبارزه برای آزادی و رهایی کشور، ولی در این حال انتقاد به اینی که جنبش‌های محلی و منطقه‌ای به تنهایی به موفقیت نمیرسن، باید یک نوع هماهنگی، همگونی، حتی در اون این ضعف رو بعداً البته مطالعه کردم، ضمن اینی که تعریف و تمجید کردم، این ضعف ها رو هم نگاه میکنم که عقیده دارم در اون زمان مثلا جنبش بوده در آذربایجان خیابانی، میرزا کوچکخان در گیلان و در خراسان و غیره، و این میبایستی یک نوع همبستگی سراسری در این همیشه و این راه حل باشه. به همین علت مواجه شدیم با شکست و ناکامی. باید میان آزادی خواهان و جنبش های آزادی خواهانه در ایران، در چه جنبه قومی داشته باشه، چه تئوریک داشته باشه و اینها،
یک نوع هماهنگی باید به وجود بیاد و چون در گذشته نیامده مواجه با شکست و ناکامی شد. چطور شما وارد فضای سیاسی شدید با توجه به فضای جغرافیایی زندگی خودتون؟ بله، من از یه طرف با این شنیدن داستان‌های مسائلی رو که هر کی خاطراتش رو میگفته در اون منطقه تالش و گیلان و اینها و مردم معمولا نسبت در گیلان نسبی فعالین روشنفکر و مبارز سیاسی نسبی زیاد بوده در تاریخاً، البته همیشه اینجوری نبوده. بعد یکی دیگه موقعی که مشغول تحصیل در دبستان بودم مصادف شده بود با روی کار آمدن دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت و این عجیب تاثیر بسزایی در شکل‌گیری بینش و منش سیاسی من داشته. و هنوز در اون دوره که به تهران نیومدید؟ هنوز یعنی چرا بخشی یعنی موقعی بوده که از شمال دیگه پدرم کوچ کرده بود، خودش کوچ نکرده بود ولی ما رو برای اینکه ادامه تحصیل بدیم بعد از یه کلاس تقریبا 5 ابتدایی من دیگه تهران بودم و این مصادف شده بود با همزمان با ملی شدن صنعت نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت. من بدون اینکه عضو یک حزب و گروهی باشم و یه ساختار فکری منظمی داشته باشم احساس غرور میکردم و احساس میکردم یک ایرانی با هویتی هستم و این هنوز خاطراتش در میرفتم تو تظاهرات شرکت میکردم و که از منافع ایران دفاع بکنم، از مصدق دفاع بکنم. شکست مصدق چقدر روی شما تاثیر گذاشت؟ شکست مصدق خیلی تاثیر عمیقی داشته و من یه مدتی در حقیقت بر اون اساس یعنی ادامه کاری سیاسی متوقف شده بود و من کوشش میکردم بفهمم دلایل شکست مصدق چی بوده، با اینکه یک جنبش مردمی برپا شده بود و عده‌ای مثلا ادعا میکردن کفن میپوشیم یا مرگ یا مصدق و از این چیزا. چند سالتون بود اون موقع؟ بله اون موقع چند سالتون بود؟ من حدود 14 15 سال دبیرستان بود. بله. بعد و من حتی شاهد کودتای 28 مرداد بودم، 25 مرداد بودم، 28 مرداد بودم و از اینی که حتی تو کتابم خاطراتم نوشتم یک مرتبه به ما خبر رسید که حکومت مصدق داره ساقط میشه و درگیری است در تهران و شهرستان‌ها و یه مرتبه به من خونم نزدیک خیابون جاده قدیم شمرون بود که دیدیم یک مرتبه یک تانک و 2 کامیون دارن حرکت میکنن، رادیو تهران رو تصرف کنن. مردم هم هاج و واجد همین کنار خیابون وایساده بودن تماشا میکردن و متعجب بودن که پس این ارتش مصدق کجاست، احزاب طرفدار مصدق کجا هستن، اینایی که ادعای جانفشانی میکردن کجا هستن، چطور نمیتونن جلوی یه تانک رو بگیرن. و برای منم سوال برانگیز بود که بعداً البته تو کتابم نوشتم بعداً که رفتم خارج از کشور و بعد یه مدتی تحصیلات خودم ادامه دادم و بعد تو جریانات جنگ چریکی و اینها به اصطلاح درگیر شدم و فلان اینها در اون سنین جوانی نزدیکای بین 1965 تا 70. بعد پاسخ رو برای خودم حداقل پیدا کردم و این بوده که احزاب و گروه‌هایی که طرفداری از مصدق می‌کردن ضمن من نمیتونم راجع به صمیمیت اونها شک بکنم، بلکه تنها صمیمیت و احساسات در مبارزه سیاسی کافی نیست، باید سازمان یافتگی و آمادگی برای شرایط ناهنجار فراهم باشه و برخوردار باشن احزاب و گروه‌ها. و بالاخره بعداً هم یه مقدار مطالعاتی کردم و با احزاب اروپایی مثل سوسیال دموکرات ها و چپ و این بر اون بر سر و کار پیدا کردم، دیدم در جامعه ما معنی علمیش احزاب مدرن اجتماعی وجود ندارن، بیشتر احساسی و رفاقتی و قبیله‌ای و اینا و خب همین باعث ناکامی شده بود. قبل از اینکه از دوره کودکی و نوجوانی شما دور بشیم و برگردیم به اولین مهاجرت شما به خارج از کشور،
این توضیح بدید که پدر شما چه تأثیری به لحاظ سیاسی و فکری رو شما گذاشت. توی کتاب بارها ریفرنس داده میشه که بعدها یا در همون دوره فعالیتتون چه مشکلاتی برای پدرتون ایجاد میکنن برای اعضای خانواده. ولی مشخصاً پدر شما که با همدیگه هم فکر نبودید، به لحاظ سیاسی دو تا قطب کاملا متضاد بودید. چه تأثیری رو شما گذاشت؟ بله، از پدرم در چند زمینه در من اثر داشت. یکی اینی که آدم خیری بود، ضمن اینکه به مرور از امکانات مالی برخوردار شده بود و به اصطلاح طایفه ماسالی ها و جزء یکی از رهبران عشایر اون منطقه بود و از نخست وزیر و از نمیدونم مقامات بالا رتبه زمان شاه مدال و تقدیرنامه و اینا میگرفت و اینها. رابطه خیلی خوبی با حکومت داشت، طرفدار شاه هم بود. بله، طرفدار شاه بود و در ضمن میشه اینجوری گفت یک تجربیات برای اینکه بعضی موقع درد دلی که میکرد، ضمن اینی که به خاطر تجربیات تلخی که زمان رضا شاه برای بهش فشار آورده بودن، ناکامی‌های میرزاکوچی خان و مسائل دیگه، و بعد یک نکته امیدی از یه اپوزیسیون با هویت و قدرتمندم نداشت، محافظه‌کار شده بود. تعریف دقیق محافظه‌کار شده بود، میگفت کار سیاسی فایده نداره، ما باید حتی دولتی رو که نمیپذیریم ازش اطاعت کنیم وگرنه جان خودمون رو از دست میدیم. به ما هم توصیه میکرد وارد کار سیاسی نشید و شما خلافش عمل کردید. بله، ما محرمانه البته میرفتم تو تظاهرات برای مصدق و اینا جریان شرکت میکردم که اطلاع نداشته باشه. ولی همیشه اولین بار کی متوجه شد که شما در تظاهرات ضد حکومت موقعی بود که دیگه من تو خارج از کشور، هنوز تو داخل کشور متوجه نشدم و ما به قول معروف رعایت مخفی کاری داخل خونه هم چرا مثلا میترسیدید از اینکه پدرتون مطلع بشه؟ میترسیدم که من خودم تحت تاثیر این جمعه میترسیدم که مورد خشم و غضبش واقع بشم و ممنوع بکنه منو و بعدن و خلاصه آدم دیکتاتوری بود، چیزم بود، با اتوریته با قدرت و اینا بود، دیسیپلین داشت خیلی. و البته بعضی از این جنبه‌هاش در شخصیت من هم اثر داشت. مثلا آدم با نظمی بود، خیلی احساس مسئولیت میکرد، برای هر چیزی حساب و کتاب میخواست و این در زندگی شخصی من خیلی اثر داشت بعدها. برای اینکه من بعداً هم رفتم آلمان و مخصوصا مثلا من میخواستم بیام امریکا از اون اول تحصیل کنم، میگفت نه برو آلمان، آلمانی‌ها خیلی منظمن به طور مثال. خب برای شما خانواده بوده که فضای سیاسی بوده. مادرتون چطور بود؟ مادرم یه آدم بسیار ساده و رؤوف، ولی هیچ اصلا نه وارد کار سیاسی میشد. سعی میکرد خودش رو در کارهای خیریه و اینا که با مردم خوبی بکنه. مثلا خونه ما واسه من یادم میاد، هم پدرم این کاراکتر داشتم، مادرم اصلا یه محلیش بود اونجا تو اون شمال رسم بود، مثلا شنبه بازار همه می اومدن از بالای کوه که بیان بازار خرید بکنن، همه می اومدن سر راه از چوپون گرفته، زاره گرفته تا خورده مالک گرفته اینا می اومدن خونه یه سلام علیک و یه ناهاری شامی بخورن و بعد بره خرید بکنن و برگردن. یعنی اصلا خونه ما پاتوق مردمی شده بود و من از این لازم لذت می بردم خیلی. خب به مهاجرت به خارج از کشور، اولین باری که ایران رو ترک میکنیم بپردازیم. میرید و درگیر ماجراهای جنبش دانشجویی در آلمان میشید. اشاره کردید که پدرتون هم اصرار داشت که اگر برید خارج از کشور به آلمان برید. توضیح بدید که اون دوره دو بار به نظر میاد که به لحاظ سیاسی شما تغییر مسیری میدید. یه دوره است که با جبهه ملی ارتباطایی دارید، بعد با چریک‌های فدایی ارتباط برقرار میکنید. یه فصلی هم هست در کتاب در مورد دلایل رادیکالیسم در جنبش سیاسی ایران توضیح میدید. چه چیزی به نظر شما در اون دوره باعث شد که شما این تغییر سیاسی رو تجربه کنید؟ چه ارتباطی با جبهه ملی داشتید؟ چه ارتباطی بعداً با چریک‌های فدایی پیدا کردید؟ و چه دلایلی این تندروی‌های سیاسی رو در فضای مبارزات سیاسی ایجاد کرد؟ اولا موقعی که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودم خیلی فعالانه
در شکلگیری جنبش دانشجوی کنفدراسیون و بعد جبهه ملی شرکت فعال داشتم، به طوری که تبدیل شد به یک تشکیلات سراسر اروپا. بعد با دوستانی که در آمریکا هم همین تشکیلات به وجود آوردیم ادغام شدیم و یک مسئله جانب. بعد بر دو تا مسئله در من تاثیر داشت. این ارتباطات در خود خارج از کشور اتفاق افتاد؟ بله. قبل از اینکه از ایران خارج بشه که این ارتباطات سیاسی وجود نداشت؟ این تو خارج از کشور. چند سالتون اونجا؟ من تقریبا دیپلممو گرفته بودم و بعد دیگه، یعنی انگیزه سفر تحصیل خارج از کشور بود. بله. بعد اونجا با گروه‌های سیاسی بله. تحصیل در خارج از کشور پدر منم توصیه کرده بود برای اینکه نوکر دولت نشین برین یا مهندس بشین یا دکتر پزشک. و منم پزشکی شروع کردم، اتفاقا 3 سالم خوندم، ولی از بس درگیر مبارزه سیاسی شده بودم. بعد تو مسئله اقامت من و درگیری من، حتی مخالفت با سیاست سازشکاری دولت محافظه‌کار آلمان با رژیم شاه موجب شده بود که منو می‌خواستن اخراج بکنن. پاسپورتم لغو شده بود و کشیده بود به روزنامه‌ها و رادیوها و رئیس امتحانات اتفاقا اینا رو همه رو مطالعه کرده بود، من خبر نداشتم. یه وقت منو صدا کرد گفت که تو که اینقدر درگیر کار سیاسی هستی چرا پزشکی میخونی، برو همون علوم سیاسی و اینا. که بعد من واقعا بعد از 3 سال که ادامه تحصیل داده بودم. کدوم دانشگاه؟ اول در تیوبینگن بودم، بعدا در کیل شمال آلمان و اونجا دیگه چیز کردم، رشته عوض کردم و بعد دیگه ادامه تحصیل در فرانکفورت دادم در علوم سیاسی و جامعه شناسی و ادبیات آلمانی. و فضای سیاسی حاکم بر آلمان موقع فضای سیاسی چپ بود غالبا؟ نه، البته از نظر حکومت نه، ولی از نظر جنبش مردمی، به خاطر اینکه مصادف شده بود با چندین پدیده جهانی که ما نه تنها در میان آلمانی‌ها اثر داشته بلکه جنبش دانشجویی جهانی اثر داشت و در ما کنفدراسیون و جبهه ملی و اینا. یکی مسئله انقلاب الجزایر بود، یکی انقلاب کوبا بود و یکی جنگ ویتنام. و ما که شدید مخالف جنگ ویتنام بودیم درگیر اینجور مسائل شده بودیم، طرفداری از به اصطلاح انقلاب الجزایر می‌کردیم که باید سیاست استعماری برچیده بشه. بعد از فیدل کاسترو چه گوارا هم خوشمون می اومد و که آدمایی هستن و زندگیشون رو گذاشتن و زدن به کوه و کمند و اینا. بعد اینو میخواستیم انطباق بدیم با شرایط ایران. جبهه ملی بین سالهای 39 تاریخ فارسی تا 42 فعالیت علنی داشت در اثر فشار جان اف کندی به رژیم شاه و ما هنوز در چارچوب قانونی کار میکردیم. بعداً جلوی فعالیت‌های علنی و مسالمت آمیز باز شاه بعد از مرگ کندی گرفت و در نتیجه این رادیکالیسم در ما شکل گرفت. اونجا بود که شما جبهه ملی به سمت چریک‌های فدایی ما رفتیم، حتی جبهه ملی رو خیلی به سمت سوی مسلحانه و طرفداری کار مسلحانه سوق دادیم. بعد ارتباط برقرار کردیم با جنبش فلسطین. اتفاقا نکته که میگه جالب برای من که خاطراتون یه بخشی هست در مورد اون کنفرانس همبستگی در اردن اشاره میکنید. چه چیزی باعث شد که شما برید و برشک الان حتما نگاه میکنید نقد دارید، ولی میخوام در اون دوره خاص مشخصا بگید که چه چیزی باعث شد که شما برید و فکر بکنید که پیگیری آرمان‌های فلسطینیان میتونه مثلا به خواست مبارزاتی مردم ایران کمک بکنه؟ ما نگاه میکردیم، یعنی اول در حقیقت اینجوری بود که ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز بودیم اول. بعد وقتی که این مبارزه به بنبست کشیده بود در ایران و بعد این رادیکالیسمی هم در سطح جهانی رو شکل گرفته بود، ما هم تحت تاثیر این مسائل قرار گرفتیم، دنبال راه حل میگشتیم، میگفتیم ما چه چیزی کمتر از الجزایر داریم، بیایم یک جبهه آزادی بخش شکل بدیم. اینا تو نشریاتمون هم چاپ میکردیم، میگفتیم حتی شعار می نوشتیم خشونت ارتجاعی رو با خشونت انقلابی باید پاسخ داد. در چه نشریاتی معمولا این چیزا؟ اون موقع نشریه داشتیم به نام ایران آزاد از جبهه ملی و بعد انتشار باختر امروز انتشار دادیم که ادامه اون اسم باختر امروز دکتر فاطمی بود و اینا. همقطاراتون اون موقع در جبهه ملی کیا بودن توی جنبش جبهه؟ اونجا خیلی، من تقریبا میشه گفت ما به عنوان آدمایی که همسو و هم نظر بودیم قریب 300-400 نفر
در درون جبهه ملی بودیم و ما هم ارتباط تنگاتنگ داشتیم. هنوز ارتباط وجود داره؟ این ارتباط الان خیلی پولاریزه شده، یعنی تقسیم بندی شده، برای اینکه خیلی‌ها منفعل شدن، بعضیا نظریات دیگه پیدا کردن، بعضیا خونه نشین شدن، بعضیا هنوز مثل من هنوز یه رمقی دارن و دارن فعالیت میکنن، یه راه حل جدیدی پیدا بکنن. ولی اون موقع در مورد ارتباط با چریک‌های فضایی چه اتفاقی افتاد؟ در مورد اتفاق با چریک‌های فضایی اینا همه تجربه بود دیگه. ما اول به صورت تجربه نداشتیم، به صورت آرمان خواهی رفتیم، طرفداری کردیم و رابطه برقرار کردیم مخفیانه و کلی ریسک کردیم، جونمون خودمون رو مخاطره انداختیم. بعد برای اینکه با هم تراز چریک‌های فدای خلق بشیم و اینا رفتیم با فلسطینی‌ها داوطلبانه رفتم مثلا من خودم اولین بار رفتم دوره دیدم. و در کجا؟ در یک کمپ یه اردوگاه فلسطینی‌ها در نزدیکای دمشق در سوریه بود. تمرین آموزش نظامی در واقع. بله، من رفتم با بنیانگذار الفتح که اسمش بود احمد نمر و به نام ابو علی عیاد. من با اون مخفیانه در مخفیگاهش ملاقات کردم و ایشون وقتی که با من ملاقات کرد اتفاقا برای بدون اینکه هیچ زمینه چی به من معرفی کرده بودن دو سه نفر از رابطین و با من دست داد و گفت که منم عربی بلد نبودم، یک کمی مترجمی بود و یک کمی انگلیسی و آلمانی ترجمه میکرد و منو معرفی کرد به نام شباب المصدق، یعنی جوان مصدقی. و اون خیلی طرفدار مصدق بود و گفت ما هم تحت تاثیر جنبش ملی شدن و صنعت نفت ما هم بیدار شدیم. و همین نکته رو در مورد دیدار با قذافی هم اشاره می‌کنید ظاهراً. بله، قذافی هم خیلی من باش ملاقات داشتم. ایشون قذافی تحت تاثیر دو تا مسئله بود. در درجه اول تحت تاثیر ناصر بود، عبدالناصر بود. بعد از مصدق هم به خوبی یاد میکرد و یه افسر جوانی بود، حالا گرچه کودتا کرده ولی یه آرمانخواهی ناسیونالیستی داشت ولی با دانش زیاد سیاسی نبود. شما از قذافی چی می‌خواستین اون موقع؟ برای چی رفتین؟ من با قذافی من دیدم مطلع شده بودم از طریق فلسطینی که این یه آدمیه داره به آفریقای جنوبی مثلا ماندلا رابط اونجا بوده، نمیدونم تمام سازمان‌های فلسطینی اونجا هستن دارن کمک میگیرن. ما هم رفته بودیم که یه مبارزه مسلمانان و چریکی رو بندازیم با چریک‌های فدای خلق در انتظار داشتین که اسلحه و اینا در اختیارتون قرار بده. من امکانات مفصل هم اسلحه و امکانات مالی. در نتیجه من اول نرفتم تماس بگیرم. ما ضمن اینی که تلاش میکردیم راه حلی پیدا بکنیم و مصادف شد با سازش صدام حسین با شاه که قرارداد الجزایر امضا کردن و قذافی سر این مسئله خشمگین شده بود که اینا دارن با هم سازش میکنن، هم از صدام بدش میومد هم از شاه. اون موقع شما کجا بودین؟ عراق بودین؟ من دیگه عراق ترک کرده بودم، محرمانه گاگای رفت آمد میکردم برای استفاده از مرز، بین آلمان و عراق؟ ولی در لبنان در بیروت مخفیگاهی داشتیم و اینا. و بعد یعنی شما دیگه تقریبا آلمان رو ترک کرده بود اومده بودین دیگه؟ میرفتم یه سر میزدم و دو مرتبه برمیگشتم. بیشتر در لبنان مستقر بودین و بعد به عراق میرفتین و میومدین؟ بله. بعد تو همین زمان چون من با تمام سازمان‌های فلسطینی رابطه داشتم و اونا میدونستم من دنبال چی هستم و چجوری میخوام کار مسلحانه رو در ایران با چریکا رونق ببخشیم. اون موقع به لحاظ سیاسی به چه جریان اون موقع هنوز تو به نام یه جبهه ملی رادیکالی در خاورمیانه به وجود آورده بودیم به نام جبهه ملی ایران، سازمان‌های جبهه ملی در خاورمیانه. و بعد یه گروه چپ هم به وجود آورده بودیم به نام، اول اسمش بود اتحاد کمونیستی، بعد شد سازمان وحدت کمونیستی. و من ناگهان خود فلسطینی‌ها به من خبر دادن، گفت قذافی دنبالت میگرده که تو از این جریانات سازش صدام و شاه ناراحته، میخواد از تو دعوت بکنه. من رفتم سفارتشون تماس گرفتم، گفتم داستان چیه؟ گفتم برات بلیت درجه یکم فرستاده که بری تریپولی طرابلس. در بالاخره من رفتم و باش یه ملاقات اول داشتم، بعد دفعه دوم ملاقات کردم. خلاصه یه آدمی بود که خلاصه بدون اینکه ما تعهدی داشته باشیم براش اینا
من هر چی مطرح میکردم میگفتم من فرستنده رادیویی میخوام. به افسر آجودانش اونجا بود میگفت بهش بده. بعد میگفتم امکانات تسلیحاتی میخوام، گفت بهش بده. گفتم امکانات مالی میخوام، گفت بهش بده. من اصلا تعجب کردم. و بعد منتها خب اونا تصورشون این بود که شما به دلیل اینکه مثلا فکر می‌کردن تعلق خاطر به مصدق دارین این کارو می‌کرد، یا از چند لحاظ، هم به عنوان اینی که ما یه آدم به اصطلاح مبارز هستیم و با سیاست شاه و نفوذ، هم چون ما ضمن جریاناتی که چپ رو تقویت می‌کردیم هم با نفوذ شوروی مخالف بودیم هم با نفوذ آمریکا. در نتیجه ما رو به عنوان یه آدمی که راه ناصر و مصدق رو طی میکنه فریفته این جریان شده بود که خلاصه همه این امکانات در اختیار ما گذاشت. نزدیک 3 سال ما استفاده کردیم و اون موقع کماکان به عراق میرفتین یا دیگه به عراق بعدن یه فراکشنی از درون حزب دید که ما امکانات داریم، محرمانه به ما اجازه میداد که یواشکی بریم بدون اینکه کسی متوجه بشه. برای ما یه کارت ویژه‌ای صادر کرده بودن که ما میرفتیم تو فرودگاه نشون میدادیم، یواشکی میرفتیم تا دم مرز و برمیگشتیم. ولی صدام حسین زیاد خوشش نمی اومد از ما. عراق کجا معمولا پایگاهتون بود؟ ما عراق تو بغداد یه خونه مخفی سازماندهی کرده بودیم. بعد با همکاری رابطه ما برای اینکه جان ما حفظ بشه با الفتح خیلی رابطه نزدیکی داشتیم. بعد سعی می‌کردیم که محرمانه شبا با داشتن یه دوربین مخصوصی هم تهیه کرده بودیم که مرزها رو شناسایی بکنیم، بتونیم ببینیم. ماورای بنفش و ماورای قرمز همچین اسمی داشت. و بعد میرفتیم این اسلحه رو از مرز وسیله رابطینی که میان به اصطلاح رابطین رو تحویل میگرفتیم، اسلحه بهشون میدادیم، میبردن اونور. من تا هنوزم یادمه که من خودم به اون طرف نرفته بودم ولی میگفتن که ما تو جاده خسروی، اینا اسمش بود جاده خسروی که به آبادان ختم میشد و اینا، اونا اونجا همیشه یه جای مخفیگاه ماشین مخصوص خودشون رو نگه می‌داشتن. بعد شبا اسلحه گرفته میرفتن اونجا و جاسوسی میکردن و راه میافتادن میرفتن به طرف تهران و سایر شهر. اون چه گروهایی بودن؟ کسایی که شما همون چریکای فداخلق بودن. بله، در درجه اول ما با چریکای فداخلق، بعداً با گروه‌های مختلفی که پدیدار شدن با اونا هم رابطه همه شنیده بودن دیگه تو رادیوها، روزنامه. پس در واقع اسلحه ها رو قذافی لیبی برای شما تهیه می‌کرد، شما از طریق کمک اونها وارد ایران می‌کردید از طریق عراق. قذافی ما مثلا تو لیبی می‌خواست هر چی بخوایم در اختیار ما بذاره. حتی منو یه مرتبه سوار ماشین جیپ کردن بردن تو پایگاه نظامیشون که به من اسلحه‌های مختلف نشون بدن. چه سالی بود؟ سال 1976 7 اینا. هنوز این در واقع چند سال قبل از انقلاب. بله. بعد چیز بود، من ضمن گفتم که ما از لیبی که نمیتونیم اسلحه حمل کنیم فلان. چند راه رو به ما چیز میکنن. یه انبار اسلحه در ترکیه داشتن، میگفتن اونجا میتونین یواشکی بردارین. و نمیدونم در ترکیه چرا این انبار اسلحه داشتن و از اونجا بردارین یواشکی ببرین. یکی دیگه از طریق سازمان‌های فلسطینی به اونا میدادن به عنوان کمک به فلسطینی‌ها که به اسلحه ها معمولا چی بود؟ مثلا کلاشنیکوف؟ ما چیزای بزرگ که نمیتونستیم، مثلا کلاشنیکوف بود، اسلحه کمری بود، نارنجک بود. بعد اگه گاهگاهی هم میخواستیم میتونیم RPG که ضد تانک، اینا هم. منابع مالی اون دوره شما رو چه کسی، چه گروهی تامین می‌کرد؟ اونم به طور عمده همین قذافی این کارو کرد و به اصطلاح مجموعا من نوشتم به نزدیک 700-800 هزار دلار در 3 سال به ما کمک کرد که فرستادیم برای چیکار. ولی کمک به ما گروه ما این بود که یه آپارتمان در اختیار ما گذاشت که ما یه تیم اونجا متمرکز کرده بودیم برای برنامه رادیویی و فعالیت‌های سیاسی. یکی دیگه هم به آژانس چیزش هواپیماییشون به اصطلاح اونجا منو معرفی کرده بودن، گفته بودن این هر چقدر بلیت هواپیما میخواد براش صادر بکنین، امضا میکنه ما قبول داریم. چطور شد تو همون دوره بود که با مجاهدین خلق ارتباط برقرار کردین؟ در مورد اون توضیح بدید مختصر و ماجرایی که تصمیم میگیرید اشرف پهلوی رو گروگان بگیرید چه اتفاقی؟ بله، من با مجاهدین قبل از این ماجراها اصلا تماس
و موقعی بوده که اینا، من الان تاریخ دقیق یادم نیست، اینا رفته بودن یه شبکه‌های در داخل و خارج درست بکنن و از جمله در دبی، امارات خلیج فارس، اونجا مشغول سازماندهی بودن، موسی خیابانی و یه عده دیگه، و در نتیجه دستگیر میشن. حتی از همکاری وجود داشت بین رژیم شاه و حکومت‌های اونجا و اینا رو میخواستن سوار هواپیما کرده بودن تحویل بدن به رژیم شاه. اینا سوار هواپیمای از این دو موتورها بوده که یهو هواپیما رو به گروگان میگیرن، خلبان و هواپیما رو میبرن به طرف بغداد و ما اصلا از وجود سازمان مجاهدین یا یادچریکا اینا هنوز خبر نداشتیم. این سالهای 60 65 و اینا، 66 67 اون موقع بوده. بعد اینا میارن اونجا، میبرنشون زندان و بعد ما بالاخره از طریق یکی از رابطینی که به نام دعایی اسمش بود، از آخوندا بود که طرفدار مجاهدین، بعداً فهمیدیم طرفدار مجاهدینه. بعد فهمیدیم که آیت الله طالقانی اینا رو میشناسه، تایید کرده بود محرمانه که اینا رو نجات بدین. بعد در این رابطه با تراب حقشناس که یکی از کادرهای فعال مجاهدین بود در خاورمیانه، با اون آشنا شدیم. خلاصه اینا سعی کردیم به سهم خودمون که برای آزادی اینا فعالیت بکنیم. با جناح‌بندی‌های مختلف دولت عراق تماس گرفتیم و بعدش هم از ما کمی حساب می‌بردن به خاطر اون فعالیت گسترده‌ای که در اروپا و آمریکا داشتیم، یک کمی حرف ما رو گوش می‌کردن. در نتیجه اینا رو آزاد شدن، ولی ما موفق نشدیم با اونا ملاقات کنیم. اینا بعد مخفیانه 2 مرتبه برگشتن رفتن ایران، ولی ما با رابطش که تراب حقشناس بود با اون ارتباط برقرار کردیم. بعد یک چندین سال با هم همکاری داشتیم، از یه طرف با چریکای فدای خلق تصادفی رابطه برقرار کردیم، یکی با مجاهدین. اونجوری اون حادثه باعث شد به در نتیجه ما با 2 تا سازمان درون کشور فعالیت میکردیم. هم در فرستنده رادیویی مشترک داشتیم، بعد سعی میکردیم کارهای تبلیغاتی مشترک بکنیم و در عراق هم در واقع با مجاهدین همونجا در تماس مجاهدین هم رفت آمد میکردن. مثلا تراب حقشناس بین این کشورهای مختلف، اونم این مثل چیز در حرکت بود و آدم با ارزش و چیزی هست، هنوز خوشبختانه در قید حیات هست ولی خیلی مریض حاله، ولی من خیلی براش احترام قائلم. آدم بسیار با ارزشمندیه. ایده گروگان گرفتن اشرف پهلوی چه کسی پیشنهاد کرد و هدف پهلوی این بودی که ما افکار مختلف رو، یعنی طرح‌های رو مختلف رو مورد بررسی قرار میدادیم. بعد تو این ارتباط که با جنبش فلسطین که ارتباط بودیم، یه گروهی هم بود که به نام دکتر وجیه حداد که همکار دکتر جورج حبش بوده. اون با ما بعضی موارد راجع به اینجور مسائل گفتگو میکرد، میگفت از جمله شما میخواین اگه زندانی سیاسی آزاد بکنین اینا، باید دست به چنین کارهایی بزنین. که بعد در صدد برآمده بودیم که یه تیم مشترکی درست بکنیم و اشرف پهلوی رو که شنیده بودم چون آدم قدرتمندی بود و در زمان شاه برای اینکه خیلی نفوذ داشته و به عنوان گاهی میرفت سازمان ملل به عنوان نماینده ایران در با سفیر سیار، مثل سفیر سیار چین و شوروی و همه جا ازش استقبال گرم میکردن. ما دیدیم بهترین آدمی که اگه گروگان بگیریم موفق بشیم یه ده زندانی رو آزاد کنیم اینه که برنامه چیدیم که موقعی فهمیدیم با وسیله افراد نفوذی که داشتیم در داخل رژیم، فهمیدیم که این مرتب بین ژنو و تهران حرکت میکنه و یه مهماندار هواپیمای ایران ایر هم مخصوص برای خدمت با اونه و در نتیجه خلاصه یه نفر از جوانان بسیار خوش تیپ خودمون رو مأمور کردیم که با اون دختر خانم دوست بشه و اطلاعات جالب همه جانبه رو بگیره و بعد ما هم مشغول بودیم یه تیم عملیاتی آماده بکنیم و حمله ور بشیم به اون هتل و ایشون رو به گروگان بگیریم و در یه جای مخفی کنیم و اعلام کنیم که ما آزادش میکنیم به شرط اینکه این زندانیان لیست داشتیم تهیه می‌کردیم. کیا بودن اون زندانیان؟ زندانیان از افراد مختلف بودن، از جبهه ملی بودن، ملی مذهبی‌ها بودن تا جریانات چپ و اینها. ما می‌خواستیم چند نفر رو لیست کرده بودین؟ ما حدوداً فکر می‌کردیم اول که یک ایلوزیون به قول معروف یه تصور داشتیم، میگفتیم همه زندانیان، ولی بعداً گفتیم اگه نباشه حداقل یه 50 نفری رو
بتونیم در یه لیست بذاریم و خواهان آزادیشون بشیم و اگه موفق به گروگانگیری اون میشدیم حتما این طرح به اجرا در می اومد. چه شد که هیچ موقع اجرا نشد؟ به خاطر اینی که ما ضمن تدارکات نظامی این قضیه دیدیم ما از عهده این همه محافظاتی که درش ازش میشه نمیشیم، بله یعنی قادر به مقابله نیستیم. از طرف دیگه برنامه مشکل فنی دیگه هم بود، این بود که حالا خوب اینو از هتل دزدیدیم گرفتیم، بعد باید کجا تو اروپا تو همون سوئیس مخفی نگه داریم که نفهمن مدت طولانی باشه. بعد اینکه بلافاصله هنوز امکانات نداشتیم که اینو سوار مثلا هواپیمایی بکنیم یا جایی بکنیم ببریم به یه کشور دیگه. در نتیجه الان که به اون تصمیم‌ها نگاه می‌کنید خودتون خیلی صادقانه مثلا به سادگی سیاسی خودتون میخندید یا فکر میکنید واقعا چقدر دچار توهم بوده؟ بله، من نه تنها در این مورد تا بعضی جاها از خودم هم انتقاد کردم. من فکر میکنم که در خیلی از برنامه ریزی های اون دوران بیشتر آرمان خواهانه و خیال پردازانه بوده، نه واقع گرایانه. یعنی حاضر بودیم ریسک بکنیم، حتی جون خودمون رو به مخاطره بندازیم برای یه طرحی که بعد 2 تا 4 تا رو که حساب میکردیم میدیم اصلا قابل، یا مثلا چجوری من خودم مخفیانه وارد ایران شدم یا کارهای دیگه دست با 4-5 نفر میخوایم در داخل ایران مبارزه مسلحانه رو ادامه بدیم. اینا همه توهم بود. خب چون گفتید برگشت دوباره به ایران، فصل 4 کتابتون صحبت از بعد از انقلاب 57 شکل گرفته. نمیخوام حالا وارد این بشیم که چه اتفاقاتی، ولی اون چه که برای من جالبه این که در بعد از انقلاب شما خودتون نامزد نمایندگی مجلس میکنید از سوی مردم تالش. چه چیزی باعث شد که تصمیم بگیرید که نماینده مردم تالش بشید؟ چطوری برگشتید به ایران؟ بله، اون باز اینجوری بود که قبل از اینی که به اصطلاح رژیم شاه فرو بپاشه ما هنوز دنبال این بودیم که یک کاری بکنیم رژیم رو سرنگون کنیم. این بود بازم به طور ماجراجویانه‌ای من با کمک فلسطینی‌ها یه پاسپورت پرویی تهیه کردم و بعد یه نفر دوست اتریشی داشتیم اونو فرستادیم به سفارت ایران در اتریش، گفتیم برو ویزای توریستی بگیر. بعد اون ویزا گرفتیم، ما گرفتیم از روش کلیشه کردیم، مهر درست کردیم، بعد برای خودم ویزا صادر کردم 3 ماه و تمام تجهیزات مهر و اینا رو هم فراهم کرده بودیم. یه پاسپورت خیلی تمیز که فلسطینی‌ها چاپ کرده بودن، پاسپورت پرویی. بعد خواستید ویزا گرفته بودید که چه کنی؟ که کسی متوجه نشه که من کیم و اینا، به عنوان یه خارجی دارم میرم، مثلا توریستم میرم ایران. و خب سوار قطار شدم و بالاخره از ترکیه سوار قطار ایران شدم. درجه 1 هم کوپه درجه 1 گرفته بودم که و مواظب بودم کسی منو نشناسه. یه کمی تغییر قیافه داده بودم و ریش و عینک و کلاه و اینا، به خاطر اینکه من دبیر کنفدراسیون جبهه ملی فعالیت علنی داشتم. خیلی از حتی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه هم منو میشناختن. در نتیجه خیلی از کوپه تکون نمیخوردم برم بیرون. خیلی ماجرای طولانیه که بیرون نمیفتم و اتفاقا 2 نفرم اومدن تو اون کوپه نشستن و با من سلام علیک بکنم فارسی، من جواب ندادم و خیلی ماجرا طولانیه. خلاصه مخفیانه وارد تهران شدم. مصادف شده بود با این ورود من با هم زمانی بوده که آموزگار هنوز جمشید آموزگار نخست وزیر بود و من رفته بودم با تماس محرمانه البته با 2-3 نفر از دوستان داشتم که ما میریم اونجا بریم یه هسته مخفی به وجود بیاریم. منتها خب این رفتیم اونجا دیدیم با 4-5 نفر ما چه کار عجیب غریبی نمیتونیم بکنیم. فقط دلمون رو خوش کرده بودیم که خب منم در ایران هستم و دارم گفتگو میکنم برای براندازی رژیم و اتفاقا بعد ماجراهای مختلف روی داد و خمینی رو بردن پاریس و چی و اینا و رژیم فرو پاشید. ضعف‌های رژیم شاه از یه طرف و پشتیبانی دولت آمریکا و دولت اروپا در کنفرانس گواتلوپ. خلاصه من اونجا تعجب کردم چون من خمینی رو میشناختم از عراق در واقع. بله در عراق بودم و باهاش چندین بار ملاقات داشتم، میشناختم این چطور از این آدم میخوان رهبر بسازن فلان اینا. ولی خلاصه دیدم نه تنها
دول خارجی خیلی خیال پردازانه خیال میکردن ازش میتونن خوب استفاده کنن که یه فاجعه بود، بلکه بسیاری از گروه ها از چپ گرفته تا جبهه ملی و شخصیت ها همه در اون موقع من محرمانه با کنتاکت به اصطلاح افرادی که مخفیانه ارتباط داشتم تماس میگرفتم که بابا جون من اینو میشناسم، چطور شما دارین میرین پشتیبانی بکنیم؟ میگفتن نه آقا نگران نباش، آخوند چیه، ما اول ازش استفاده میکنیم بعد یه اردنگی میزنیم بیرونش میکنیم. برخوردی که با خمینی و اطرافیانش تو عراق داشتید چطوری بود؟ یعنی خیلی کوتاه اشاره بکنید که چه برداشتی ازش داشتین، چه خواسته ای داشت آقای خمینی از شما؟ آره من گاهی من مثلا به عنوان دبیر کنفدراسیون بعد یا مسئول جبهه ملی خاورمیانه یا فعال سیاسی میرفتیم باهاش ملاقات می‌کردیم ببینیم چیه، بعد با چند نفر از آخوندهای به اصطلاح طلبه‌های دور و برش هم آشنا بودیم. اینا پیش به ما مخفیانه با ما روابطی داشتن. کیا بودن؟ مثل دعایی بود و محتشمی پور بود و بعد یکی حمید روحانی بود که الان شده مسئول مرکز تحقیقاتی بنیاد امام خمینی و از این حرفا. و بعد که از نجفشون رفتش دیگه ارتباط شما با خمینی نه دیگه من دیگه مخفی بودم. بعد تعجب کردم که ایشون رو چطور بردن، نه به قول معروف نه دانش سیاسی داره، نه بلد درست حرف بزنه، نه فلان. ولی با این وجود شما تصمیم گرفتید که نماینده مجلس شورای اسلامی بشید دیگه. اون موقعی بوده که دیگه ایران خلاص رژیم شاه اون اومده بود اونجا، منم یه نامه سرگوشاده بهش نامه با توهم باز که چون ایشونو میشناسم حتما حرف منو گوش میکنه، که قریب 10-12 صفحه نامه سرگوشاده نوشتم که این چه فضاحتی بالا آوردی فلان، و چرا این آدم کشی ها و چیه و این بر چیه، کردستان چرا این کارو میکنه فلان اینا. جوابی نداده و من بخوام که خب من وظیفه خودم رو انجام دادم، اعتراض کردم. ولی بعد رفتم تو این چون فعالیت‌های چریکی و مسائل دیگه یه مقدار تجربه کسب کرده بودم که دیگه اون راه حل‌ها نیست، باید یه از طریق مردمی یه کار انجام داد. بعد رفتم تو شمال، از منم استقبال بی‌نظیری به عمل آوردن مردم اونجا به خاطر شناختاری که از خانواده من از مبارزات گذشته من داشتن. بالاخره کاندیدا شدم برای مجلس، پوستر انتخاباتی رو چاپ کردم و برنامه اعلام کردم. جالبی که توی کتاب نوشتید برای خیلی شاید خواندنی باشه، نقشیه که یکی دو تا از روحانیونی که خب حالا این روزها به عنوان روحانیون منتقد دولت جمهوری اسلامی ازشون اسم برده میشه، از جمله برشک وزیر کشور سابق دولت خاتمی که شما میگید ایشون میاد اونجا و تلاش میکنن برای اینکه شما کاندیدای مجلس نشید، آقای عبدالله نوری اگر و بعد میگید که آقای یونس عرفانی نهایتاً نماینده میشه. چرا فکر میکنید چرا نگران بودن که شما اگه مثلا کاندید مجلس میشدید؟ من نگران از این لحاظ بودن برای اینکه من یه مقدار از من خبر داشتن که من یه آدم بسیار پرخاشگری هستم و ضمن اینی که در خیلی از موارد برای آزادی روحانیون، آزادی اونها مبارزه کردم، ولی با افکار اونها موافق نیستم. به علاوه اون نامه 10-12 صفحه‌ای منو دیده بودن که پرخاشگرانه به خمینی ضمن اینه که رعایت ادب کرده بودم و اینا، خیلی پرخاشگرانه رک و راست نوشته بودم این جنایتی که داریم. بعد تو پوستر انتخاباتی منم هنوز هست که نوشته بودم با این حکومت ارتجاعی رو باید برکنار کرد و غیره. و بعد تو سخنرانی‌های در منطقه تالش که داشتم، چه به زبان تالشی چه به زبان فارسی برای مردم ایراد می‌کردم، رسما نظر خودم رو راجع به روحانیت و حکومت آخوندی و اینا بیان می‌کردم و اینا رو ضبط کرده بودن فرستاده بودن برای خمینی و در نتیجه اینا فکر نمی‌کردن من این همه رأی بیارم. بعد میان 18 نفر من رأی اول آوردم، بعد موضوع کشید باز به دور دوم و اعلام کردن که آخوندی که مال کمیته نمیم 6 تهران بوده، اونو به عنوان وکیل یونس عرفانی رو اعلام کردن. بعدم پسرشو وکیل مجلس کردن و اینا کار ندارم. ولی بعد که توی انتخابات شکست می‌خورید با حزب دموکرات کردستان ایران ارتباط برقرار می‌کنید، چه اتفاقی میفته که شما، چون به نظر من تجربه جالبی که اشاره کردید قبلا با مجاهدین هم در ارتباط بودین، یکی ارتباطی که با حزب دموکرات کردستان که به لحاظ جغرافیایی هم برشکل ظاهرا میاید توی دوره‌ای در کردستان زندگی می‌کنید
و یکم عضویتی که بعداً در شورای ملی مقاومت پیدا میکنه. خودتون نوشتید عضویت مشروط در کتاب. توضیح بدید که چه اتفاقی افتاد که با حزب دموکرات ارتباط برقرار کرده، دموکرات کردستان ایران، و بعد عضو شورای ملی. من یه دوستی قدیم قبل از این که به ایران برم و اینا با دکتر قاسملو در پاریس آشنا شده بودم. دوستم ایشون مهاجرت کرده بوده و شوروی، بعداً تو چکسلواکی اونجا ازدواج کرده و بعداً اومده بود پاریس و در بنیانگذاری حزب دموکرات کردستان که من باهاش یه دوستی داشتم. بعد موقعی که از طریق آیت الله لاهوتی فهمیدم که برنامه قتل منو صادر کردن، خمینی صادر کرده و فلان، و اونم ناراضی شده بود با اینکه از مشاورین خمینی بود، بالاخره به توصیه ایشون من مخفی شدم در ایران. و بعد برای اینکه توصیه دکتر قاسملو، آیت الله لاهوتی که برای اینکه من گفت که اینا برنامه 2 نفر، حتی عکس 2 نفرم به من آورد نشون داد، گفت اینا قراره با تفنگ دوربیندار بزنن شمال بکشنت، و من برای اینکه مردمم عصبانی نشن و شورش نشه یه مجلس ختم هم قراره بذارن و بگن که در اثر متاسفانه در اثر نزاع‌های محلی کشته شد، هیله‌گری آخوندی. اون موقع هنوز شما تالش بودین؟ بله هنوز من تالش بودم. بعد این بود که به من توصیه کرد، گفت که تو که میتونی مقابله کنی. گفتم نه با 7-8 نفر آدم مسلح که نمیشه، با دولت در افتاد. بعد گفت برو مخفی شو. خلاص من مخفی 1-2 ماهی مخفی شدم تو همون منطقه شمال و تهران. بعد دیدم این دنبال من هستن و مجبور شدم، خلاصه دنبال راه حل بودم، با دکتر قاسملو محرمانه تماس گرفتم و ایشون توصیه کرد که خودم برسونم به کردستان. این بود که بعد یه شناسنامه تقلبی درست کردم، باز تو این زمینه آمادگی داشتم، سوار اتوبوس شدم، با یه گریش گذاشتم و مثل پاسدارا و اینا و رفتم ارومیه رضاییه. اونجا خلاصه یه افسر ارتش که اصلش کرد بوده و شناخته نشده بوده اومد با ماشین سواری دنبال منو برداشت، از تمام جاده‌هایی که کنترل بود رد کرد، گفت از خودمونه. و بعضی هم از من میپرسیدن، من چون رو شناسنامه‌ام نوشته بودم دکتر برزگر، میپرسیدن برادر کجا میری فلان اینا. میگفتم شنیدن بعضی از برادران ما زخمی شدن میرن معالجه اونها. خلاصه رفتم تا مآباد و بعد مخفیانه از شهر مآباد عبور کردم، منو راهنمایی کردن، رفتم تو منطقه که تحت کنترل جنبش کردستان بود و حزب دموکرات و 3 سالی تقریبا اونم ماجراش مفصله، با یه تشکیل یه گروه که تقریبا گروه کوچیکی بود از دوستان گیلان و مازندران و ترکمنصحرا و جای دیگه که شروع کردیم با حمایت و همکاری حزب دموکرات به مقاومت. زندگی چریکی در واقع در بله 2 مرتبه کار چریکی موقع هم در واقع با شیخ عزالدین حسینی هم در حزب کمله ارتباط داشتم. با خیلی آشنا بودم، با شیخ عزالدین حسینی، با گروه‌های دیگر کرد کمله، اینا همه. بعد متاسفانه یا گروه اونجا تو منطقه بود که گروه‌های مختلف همه فرار کرده بودن، اومده بودن تو منطقه به اصطلاح تحت کنترل حزب دموکرات و جنبش کردستان. تجربه عضویت در شورای ملی مقاومت، برشک صحبت از ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کردید، تجربه موفقی بود؟ الان که نگاه میکنید فکر کنید باید این کار انجام میشد یا احساس تأسف میکنید؟ من یه آدمی بودم در درجه اول آدم بهش میگن پراتیسین، اهل عمل، و موقعی که مجاهدین با به اصطلاح مسعود رجوی با همراه بنی سعد فرار کردن و بعد من در این توهم بودم که با اینکه اختلاف نظر داریم ما در صدد بر بیاییم یه جنبش، چون من در ضمنم دیدم دکتر قاسملو هم علاقمند این کارو بکنه، من خیلی بهش احترام قائل بودم. خب با مشارکت دکتر قاسملو حزب دموکرات پس ما بریم این شورای ملی مقاومت رو تبدیل به یک جبهه وسیع بکنیم، تبدیل بشه به یه آلترناتیو در مقابل رژیم خمینی. که بعد تجربیات اونم نوشتم که متاسفانه هم حزب دموکرات و دکتر قاسملو مجبور شد کناره‌گیری کنه، من خودم استعفا دادم زودتر از همه و یه نوع فرقه گرایی شکل گرفت در مجاهدین. متاسفانه نوشتم هم دلایلش، تا اونجایی که مطلع شده بودم با مرگ موسی خیابانی در تهران ایران و در نتیجه مسعود رجوی برای اینکه این قدرت رو در انحصار خودش نگه داره در خارج از کشور، تمام اون شیوه های سکتاریستی رو، فرقه گرایانه رو پیش گرفت و
داستان طلاق و ازدواج و غیره و غیره و در نتیجه یکی پس از دیگری از شورای ملی مقاومت اومدن. چه مدت شما عضو شورای ملی مقاومت؟ من تقریبا 6-7 ماه بیشتر نبودم. بله من خیلی زودتر واسه همینم یه اعلامیه داده بودن علیه من، نوشته بودن شورا شکن چون هنوز حزب دموکرات هم بیرون نیومده بود که من بیرون اومدم. ولی من واقعا این جزء کاراکتر، حالا بعضیا دوست ندارم ولی من یه آدمی هستم نمیخوام تعریف خودم بکنم ولی بعضیا به من به عنوان نقطه ضعف من میگن که وقتی احساس میکنم صمیمیت و صداقت و همگرایی تو یک مسئله نیست، چه در روابط شخصی چه در روابط سیاسی، زود تصمیممو میگیرم، اعلانم میکنم، میگم اینجوری هستی من نیستم. خب شورای ملی مقاومت رو ترک میکنین؟ من اینکه وقتمون هم خیلی محدوده، من 2 تا 3 تا سوال مهم دارم که بتونیم این رو بحث رو به نتیجه برسونیم. برمیگردید دوباره به آلمان، بار دومه که یه بار برای تحصیل رفتید، این بار برای زندگی سیاسی هجرت به خارج. یه اشاره مختصری میکنید به سختی برای تامین معاش در حتی دوره رانندگی میکنید در آلمان. چقدر سخت بود براتون بار دوم که برگشتید و مجبور بودید؟ بله، واقعیتش هم اینه که من حالا بعضیا که از روی حسادت یا هر چیزی تخریبی مشغول میشن در جنبش سیاسی، من موقعی که از کردستان برگشتم اومدم 2 مرتبه اروپا، تقاضای پناهندگی کردم، اول در فرانسه، بعد دیدم من زبان فرانسه که بلد نیستم ولی چون یه سابقه زندگی و تحصیل در آلمان داشتم، تلاش کردم با کمک یه نفر از حقوقدانا این پناهندگیمو انتقال دادم به آلمان به بهانه اینی که یعنی دلیلش من این بود که من در دانشگاه فرانکفورت اسم نوشتم و هنوز خط نزدم، اسمم باطل نشده، من میخوام ادامه تحصیل. در نتیجه رفتم آلمان که ادامه تحصیل بدم، دیدم که خوب آقا با زندگی پناهندگی نمیدونم با پول پناهندگی نمیشه تحصیل کرد و نه زندگی کرد، نه حتی یه اتاق نمیتونستم داشته باشم، اون موقع مشکل بود. در نتیجه واقعا نزدیک 3-4 سال ضمن ادامه تحصیل در صدد بودم که بعضی از ناکامی ها و چیزهای غفلت های گذشته رو جبران بکنم، هم از نظر تحصیل و هم از نظر زندگی آینده شخصی و سیاسی. در نتیجه شروع کردم رانندگی، میرفتم از 6 صبح پا میشدم تا 12 شب برای یه نفر یه شرکت داشت، برای یه وانت بار داشت، رانندگی میکردم. بعد چند سالتون بود موقع 1964 تقریبا شروع شد، 1964 و 2 مرتبه دانشگاه فرانکفورت و پناهندگی در آلمان و بعد این زندگی اینجوری و یکی رانندگی میکردم. بعد رفت تو کارخونه مرسدس بنز کار کردم یه مدتی، بعداً یه مدتی هم در کیل بودم، قبلا در کشتی سازی هست. این ماجرا که میگه البته مربوط بعد از انقلاب دیگه. بله بعد از 1964 که نمیتونه باشه. نه بعد از انقلاب 1970 نه 1984 ببخشید. آره 1984 برای اینکه 83 برگشتم از کردستان به پاریس اول و بعد 84 یه زندگی جدید شد. خلاصه تو این زمینه یه نکته جالبی که تو کتاب هست برای من، چون من دوست دارم این 2 تا سوال رو حتما در این پایان مصاحبه بپردازی، که بحث وحدت زندگی شخصی و زندگی مبارزاتی که اشاره میکنید، یک گریز کوتاهی به همسرتون میزنید. خب من چون تا حدودی آشنا هستم با زندگی امروزتون، خیلی فاصله هست بین زندگی حسن ماسالی که در آلمان در پناهندگی رانندگی وانت میکرده و زندگی که امروز شما به لحاظ مالی دارید که خوشبختانه و مایه خوشحالی که نیازی ندارید، زندگی خیلی خوبی هم دارید، زندگی مرفه و خیلی خوبی دارید. چقدر از این رو مدیون همسرتون هستین؟ بله، من همسر من واقعیت اینه که در اثر فعالیت‌های سیاسی من ناکامی‌های زیادی داشته و
شغلش از دست داده در ایران، بعد نمیدونم نزدیک بوده اونم گروگان بگیرن، بعد اونم مجبور شد فرار بکنه، از مرز پاکستان فرار کرده و اومده فرانسه. بعد مشترکاً مدت‌ها زندگی پناهندگی داشتیم، اون تو فرانسه بود، بعد من آلمان بودم و ناکامی زیادی داشتیم. ولی من مدیون و ایشون از این لحاظ هستم برای اینکه تمام این زندگی ناکامی‌های منو تحمل کرده. بعدش هم چون خودش هم در آمریکا تحصیل کرده بود و یه مدیریت و کاردانی داشت، در نتیجه شروع کرد به اینی که فعالیت سیاسی رو گذاشت کنار. اونطوری که من درگیر بودم گفت که بدون نون نمیشه زندگی کرد. خلاصه شروع کرد به فعالیت و شرکتی درست کرد و بعد راه انداخت و مدیریت اون رو به عهده گرفت و منم نیمه وقت باش همکاری کردم که خوشبختانه بسیاری از این ناکامی‌های زندگی گذشته ما از این لحاظ جبران شد. سوال آخر من این هست که چه شد تصمیم گرفتید این کتاب خاطرات رو بنویسید؟ اینو از این جهت میپرسم که بخش عمده از زندگی شما رو فعالیت‌های چریکی، زندگی در کوه و از این گروه سیاسی به اون گروه سیاسی با امید به سرنگونی حکومت چه زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی میگذره، چه چیزی برای نسل امروز دارید برای گفتن؟ بله، من فکر میکنم که تحلیل شخصی من اینه، این رژیم با این شرایطی که حاکمه و شرایطی که اپوزیسیون درش به سر میبره به این آسونی تغییر رژیم امکان پذیر نیست، مدت‌ها طول خواهد کشید و این وظیفه نسل جوان و نسل آینده کشور که بیاد راه حل‌های جستجو بکنه و وظیفه ما اینه که این تجربیات بیشتر ناکامی‌ها بوده تا موفقیت‌ها، دستاوردها و ناکامی‌های خودمون رو در اختیار نسل‌های آینده قرار بدیم تا بتونن حداقل در طول تاریخ خیلی کم اتفاق افتاده. ما بررسی که کردم از انقلاب مشروطه تا کنون و همیشه یه بریدگی وجود داره، انقطاعی وجود داره. این تجربیات و ناکامی و دلایل شکست درست به نسل‌های بعدی انتقال پیدا نکرده. و این تجربه چیه؟ حرف من در واقع اینه که فکر میکنید این اگر قرار تغییر تحول اجتماعی و سیاسی رخ بده، فکر میکنید باز هم باید از طریق اون مشی مسلحانه و چریکی باشه یا باید روی کرد تجربه شما بعد از چند دهه کار سیاسی؟ نه، من عقیده دارم که راهکارهایی باید جستجو بشه، تنها مسئله مسلحانه و غیر مسلحانه. حتی مسلحانه من در یکی دو تا از مقاله‌ام نوشتم، در دنیا هم موقعی جنبش مسلحانه موفقه که پایگاه مردمی داشته باشه، ولی ما با چریکی مثلا با 150 نفر زن و مرد جنگی شما نمیتونین یه رژیم رو یا یک جامعه رو تغییر بدین. بنابراین اینا رو من خیلی باز و آشکار نوشتم چون شامل زندگی شخص من یا دیگران هست. بنابراین میتونه راه مسلحانه انتخاب کنه، میتونه ترکیبی از راه‌های مسالمت‌آمیز و مسلحانه باشه، ولی مهم اینه که باید بیاموزیم برای کار سیاسی آینده فقط آرمانگرایانه و احساسی نباشیم، بلکه دارای یک چشمانداز و یک تئوری برنامه دراز مدت باشیم و بعد تاکتیک‌های خودمون رو انطباق بدیم با اون چشمانداز خودمون، نه اینکه هر روزی یه طرف احساساتی شدیم تفنگ برداریم، فردا احساساتی شدیم یک کار دیگه بکنیم. بنابراین دارای طرح و برنامه باشیم. دوم مسئله اینه که این جزء علوم سیاسیه، ما تحصیل کردیم خیلی از ما ولی در عمل به کار نبستیم که مبارزه اجتماعی خودش یه علمه، باید احزاب مدرن اجتماعی شکل بگیرن، باید پایگاه اجتماعی صورت بگیره تا بتونه نه تنها رژیم رو عوض بکنه، بلکه ما مثلا گذاشته به ما میگفتیم بریم اول رژیم رو عوض کنیم، میپرسیدن از ما خب بعدش چی؟ پاسخی نداشتیم. الله کریم. نه، الان من مخالف این رژیم هستم ولی بیش از همه اصرار میکنم به هر کسی که میخواد در راه براندازی این رژیم کار بکنه میپرسم شما این رژیم رو فرض کن فردا انداختیم، برنامه بعدی چیه؟ این نکته که آقای ماسلی چون گفتم سوال آخره ولی حیفم میاد که نپرسم، چون در چند فصل کتاب این رو بهش اشاره میکنید و میخوام این پایان بخش شاید این گفتگو باشه و اونم بحث فرهنگ تخریب و توطئه‌گری است. در فصول متفاوت کتاب به این قضیه دو دوره‌های مختلف سیاسی اشاره میکنید.
فکر میکنید چه کار میشه کرد که این فرهنگ تخریب و توطئه‌گری و حتی یه جای به عنوان لومپنیسم ازش اسم میبرید؟ بله، این واقعا من فکر کردم یک مسئله تاریخی بوده، ولی در زمان جمهوری اسلامی به اوج خودش رسیده. این فرهنگ ناشی از عوامل مختلف تاریخی است، تخریب و فرهنگ دیکتاتوری و استبداد، و جامعه ما از نظر فرهنگی آسیب دیده. در نتیجه آدمای چه سیاسی چه غیر سیاسی دچار این فرهنگ هستن و در نتیجه این با نصیحت درست نمیشه. این احتیاج به این داره که نیروی سیاسی که میخواد برای در مقابل این فرهنگ ایستادگی بکنه، نه تنها در راه تغییر رژیم برای دموکراسی خواهی باید کار بکنه، بلکه در درون و استراکچر به اصطلاح ساختار درونی خود اون حزب و گروه هم این فرهنگ دموکراسی خواهی و انسان دوستی حاکم باشه. نمیتونه من یه آدم توطئه‌گری باشم بعد میخوام یه رژیم توطئه‌گرم سرنگون بکنم بعد فرهنگ جامعه رو عوض بکنم. نمیشه. باید بنابراین خیلی پیچیده و بغرنج. ما باید کسایی رو که دور هم جمع میشیم برای کار سیاسی، اول از همه از فرهنگ انسان دوستی دموکراسی خواهی برخوردار باشیم. بعد میخوایم رژیم رو عوض بکنیم، بتونیم در کارمون موفق باشیم برای اینکه مردم هم بهره‌مند بشن از این فرهنگ. آقای مصدق خیلی تشکر میکنم. موفق باشید.